درس امروزه رو می‌خوایم با quote of the day یعنی سخن روز آغاز کنیم و سخن روز امروزمون چنین است: Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. by Mahatma Gandhi. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: طور زندگی کن که گویا فردا میمیری و طور آموز که گویا تا ابد زنده خواهی ماند. سخن مهاتما گاندی. بگذاریم به صفحه دیگر. New words کلمه های نو. have has هر دویش یک معنا دارد. می شود داشتن. do does اجرا کردن. goes رفتن. فعل های has does و goes تنها در شکل سومی شماره تنها یعنی درباره he she it اگر گپ زنیم has does و goes رو استفاده میبریم. smile تبسم کردن. dream خواب دیدن و یا آرزو کردن. drive راندن ماشین. ride راندن اسب دوچرخه و یا موتورسیکل. laugh خندیدن. sell فروختن. sleep خواب کردن. see دیدن. write نوشتن. carry بار کشیدن. put on پوشیدن لباس. take off کشیدن لباس. ask پرسیدن. answer جواب دادن. bite گزیدن. say گفتن. teach آموزاندن درس دادن. invite دعوت کردن. clean تازه کردن. cook پختن. read خواندن. کلمه clean معنای تازه هم میدهد از سببی که ما در اینجا درباره فعل ها گپ زده ایستاده‌ایم معنای تازه کردن را میدهد در اینجا. بگذاریم به صفحه دیگر. در اینجا درس امروزه ما با پایان رسید. لطفاً به نوار لایک مونید، فکرهایتان را در شرح ها نویسید، این نوار را با دوستانتان و نزدیکانتان روان کنید، زنگوله را زیر کنید برای از درس های نو خبردار شدن و از همه شما برای تماشای نوار تا آخر منت داریم. لطفاً با ما باشید و منتظر درس های نو باشید.